سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیوی دیگه از ماینکرافت هاردکور. البته من زیاد هاردکور نرفتم، یه هاردکوره. میدونه این هاردکور چند روز است؟ بگم بهتون 6 سال است. 6 ساله نیستم. کلا بخوام بگم به خاطر این وسیله که دارم، کلا بخوام بهتون بگم بریم برای یه نگهبان بسازیم. فقط یه کات بزنم که ویدیو زیاد نشه. میخوایم بریم 3000 تا آیرون جمع کنیم، بیشتر البته 20000 تا. بریم بر این که 20000 تا آیرون جمع کنیم که اینم 400 طول میکشه. ویدیو رو من کات میکنم. بریم چی دارم میگم کات کن. خب بچه ها، ما با بعد از 1 ساعت تونستیم این همه آیرون بلاکس جمع کنیم و ما چرا کله کدو نداریم؟ این همه اوپی هستم یعنی کله کدو ندارم. اینم مجبورم دوباره کات بزنم. اگه میخواین نگاه کنید. این کو هم تل است. تلم البته فعلا تکمیل نمی کنمش اینو. شاید بریم ویدیو اوکی. لایک و سابم بکنید تا به انرژی بدین ویدیوهای بیشتری بذارم. اگه این ویدیو بذار ببینم. خب اینم کات بزنم. ویدیو زیاد میشه بابا. من اینجا ویلیج پیدا کردم. این چیزا البته ویلیج رو پیدا کردم، ولی میخواستم تو اون ویلیج زندگی کنم که اینجا رو پیدا کردم. واسه من یه کات بزنم که برم یکم کدو جمع کنم که لازم میشه برای ساخت چیز آیرون گولم، یعنی نگهبان. ویلیجر هم پیدا میکنیم. البته ویلیجر هم پیدا کنم میارم اینجا. چند تا تختم براشون میسازم تا اینجا زندگی کنم پیش من ویلیجر. خب من کات بزنم. سلام بچه ها، بالاخره تونستم 64 تا رو جمع کنم. ویلیجر 12 تا بردم. تختاشو نمیناش چند تایه ولی یکیشونو میکنم. بذارم چند تا ایرون گلم.
خب من یه اشتباهی که بازی میکردم بچه ها که نباید میکردم. هوا اینجا شب نمیشه. سفر برم بفهمم چند دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو 10 11 اینم 12. این جره کس خول دارن چیکار میکنن. اون هر روز هاردکور میذاریم. ولی اونو داشته باشی دیگه اون طرف نمیتونه بگه تو ولی دستی باشه دیگه معنی چی از قانون ثابت کنه اذیت میشه. خب هر روز هاردکور بذاریم یا سروایول بذاریم؟ کریتیو هم باشه بیراتو بذارم. شما تو کامنت ها بنویسی، کامنتتون رو جواب میدم. نه که برید بنویسی داداش. شت آشغاله مسخره دیوز بیناموس. نرید اینا رو بنویسیم اگر نه کامنتتون رو جواب نمیدم. ای بابا تو ویلیجی دیگه نرو دیگه تو خونه منه. بریم ندر. چرا با خودتون بپرسین چرا دور خونمون نگیرد. خب ندرک یا اگه نمیپرسینم تو کامنت بنویسید. رو خدا صابم بکنید دیگه. صاب بکنید تا ویدیو خفت در بکنید. پول در بیارم کامه تا یه بهتر جواب بدم. من نیست چقدر پول بهم میرسه، فقط به $20 برسم. من نمیتونم فیس ریویل کنم، بهتره نکنم. اینجوری ویدیومو دیگه حساب نمی کنید. هر وقت به 3000 تا برسه فیس ریویل میکنم. 3000 ساب برسه نگاه کن. هاردکورمون 2 تا بیچین انقدر پولدار بودن 2 تا بیچین ساختم. نه یه دونه بلکه 2 تا ساختم. زمان چی نیاز داره؟ خب فعلا کار نداریم. بریم تلت تازگی ها. شاید با خودتو بپرسی چرا اینجا بدراک که اصلا توی هاردکور به دست میاد. به دست اومده. خب چه شکلی یه مود ریختم، مود بدراک. اوی نه بدبخت شدم. چرا؟ چون یه مود بده این زندان. فقط من نمیتونم از ایرانم استفاده کنم. این تله رو چرا اصلا ساختم؟ بریم بابا بریم بالا. ببریم بالا. تله می نمید. چستای بازی چیزای اوپی دارن. حتی منم نیست بدراک باشه، ممنوع ترین باشه، کامن بلاک باشه توی این مود به دست بیاد.
ای بابا ولش کنه دیگه، یه نما من داریم. بچه ها بریم ندر. بچه ها تا 1 ساعت باید برم بازم، باید برم 100 تا ویلیجر یا 128 تا ویلیجر اینجا بیارم. آخه اون 128 تا اینجا جا میشن. بریم بابا ول کن، بریم بابا. 10 تا دیگه میاری ویلیجر. پس سابسکرایبم بکنید دیگه، دیرم پاره میشم. 1 ساعت بچه ها اووردم اینهاش 19 تا بدش اووردم. چیزی ندارم بامیناش. اینقدر به وسیله من دارم چی دقت نکنی. من دقیق میخوام یه یوتیوبر معروف شم. چی راستشه؟ نه چی راستشه؟ اینا چی میخواد؟ اینو کی بخواد؟ یک 4 برای اینو بسازم. از اینا فیلینگ نه کاری هستش کجاست؟ ماینکرافت کارم سخت شده. خب کدوم بودش؟ کجاست؟ من 64 تا فیلینتن استیل برم بکنم دیگه. اینم به بدبختی 30 دقیقه دیگه میبینم. بچه ها اینم از این فیلینتن استیلمونم جور شد. بریم اونو بسازیم. میشه استیک پیستونم میشه ساخت. ردستان 2 تا 4 تا کابلستان، یه دراهم، یه ردستان، 3 تا حالا چوب میگن ببینم پلنگ. خب چی میشه خب اینو میشه ساخت. خب امیرالد ندارم کات کنم. باید برم دنبال 128 تا امیرالد که اینم قراره 1 ساعت و 19 دقیقه طول بکشه. لطفا کات بزنم. 128 جور شد بابا، صاحب کن دیگه. کمرم شکست. من رفتم امیرالد کردم تو این ویلیجرا که شد 128 تا امیرالد. این کار رو نیاز دارم. یک نفر بیان این کار رو بگیره. کارو بگیر. نمیگیره. از اینا که 1000 تا دارم. چی میخوای؟ 10 تا فیلینتن استیک فرو میکنیم توش. یه دونه امرالد یعنی چی فرود کرد. اگه تو چی داری تا من 2 تا امرالد بگیری همون انه فیلمی یه قیچی بده. برو دیگه نمینم.
تا چی داری؟ کارم رفته سسپلیت خوبیه قشنگه خب مثل این آرمار چند فیلینتیه یعنی ما باید قدری توشون فرو کنیم که دیگه امرالیدی خب بفرما حالا میخوام کلی تریدت کنم و من این کلایی که میده چه نام اضافه نکرده خب معلوم نیست اینا چی هم دیگه چی بازم باید فرو کنم تو چقدر این همه که تریده یعنی چیه همینجا شروع میکنم توش هر چه باشه توش شروع میکنم تا ناموس خب چه اومدم یه نفر کارم داشت منم رفته خب برم فرو کنم این همه امرال میدیم به اون صدل میده خب صدله درد چی میخوره خب فکر نکنم دیگه داشته باشین اینقدر فرو کردم تو دیگه شرمم ریخته بود خب با صدای امرالدی این آهنگم اگه میخوای میفرست برون دشمن کسافتت دشمنی که باز ازش میتونم بریم و این بقید اینو میخونم دشمن کسافت جا برام چیزی که میخواستم و نخریدی میکشم از پول داری کسی هدایه احمد بس کلی امرالد پولو کنم توی این ویلیجر چه اتفاقی میفته استون میگیره یه دونه امرال ندقیقی 8 تا میدادیم بی ناموس ای بابا باید باز تا ناموس خب آجر نمیده نگاه کن
کنیم. بابای من صدای اینو زیاد کنم. نمیریم بیرون شما. کجا؟ میریم بیرون. منم میام ولی خودم موفق دارم. سرد بیرون اگه میام. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و ساب کنید، کامنت بذارین هاردکور، سابسکرایب هم بکنید، مگه نه ویدیو نمیذارم.